هفته خبر تو خبر داره براتون از ضربه جانانه مسافران ویلپند به ملاج میش ولایت که حسابی زهر ترکش کرد و باعث شد گاوگیجه بگیر و به هر دری بزنه تا بر ترسش غلبه کنه. Oh yeah, you can cook them. You can eat them. Just don't get them mad. این گاوگیجه سیدعلی دلایل دیگه‌ای هم داشت. قبل از ویلپند هم یه هیئت از نوچه‌های عراقی عظما به قصد سمپاشی علیه دشمنان نظام راهی اروپا شده بودند، اما نمیدونستن که اونجا نمیشه جانی رو با کت و شلوار به اسم دیپلمات غالب کرد. به این ترتیب شلیک مالکی و شرکا بد جوری خطا رفت. احمدی نژاد که بعد از سرشاخ شدن با ولی فقیه دیگه در درون نظام از چشما افتاده، در سفر این بارش به برزیل هم به جز تظاهرات اعتراضی هیچ استقبالی دریافت نکرد. حتی درخواست رسمی برای ملاقات با رئیس جمهور برزیل که قبلا یک کشور دوست معرفیش میکردن هم با پاسخ منفی روبرو شد، پاسخی که سفیر رژیم در برزیل رو احتمالاً به چنین واکنشی دچار کرده. یه اتفاق دیگه در هفته گذشته روی کار اومدن رئیس جمهور جدید در مصر بود که سیدعلی سریع به هول و بلا افتاد که یه جوری اون رو به ریش خودش بچسبونه، اما ظاهراً چسبش نم کشیده بود و خبر تکذیب شد. محمد مرسی قبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت آینده مصر، روابط این کشور با دولت‌های منطقه، پیمان کمپ دیوید و رابطه با رژیم صهیونیستی با این خبرگزاری ایرانی گفتگو کرده بود. ساعتی بعد از انتشار متن کامل مصاحبه رئیس جمهور منتخب مصر، برخی رسانه‌ها این مصاحبه رو در تقابل با اهدافشون دیدن و به نقل از فردی که او رو سخنگوی مرسی نامیدن، این مصاحبه رو تکذیب کردن. به نظر میرسه که خوشحالی سیدعلی یه مقدار زود هنگام بود و از هول حلیم افتاد توی دیگ. برای روحیه دادن به پاسدارهای ریزشی و جوجه بسیجی ها، آخوندها به تازگی هفته پاسدار برگزار کردند و تا دلتون بخواد هارت و پورت و دود و دم را انداختن. جوانانی که امروز موازنه قدرت رو به نفع ایران و اسلام در مقابل دشمنان بزرگ برقرار میکنن. سربازم سربازی از گردان حضرت جوان. البته برای مردم ایران این نمایش ها دیگه خیلی تکراری و نخنما شده، چون همه یادشونه خمینی که امام دود و دم بود 8 سال اینجوری دم از روحیه جنگ طلبی میزد. ملت ما همه مبارزند، ملت ما همه سربازند، مرد و زن ما برای شهادت حاضرند. ما راه را تا بین راه آمده ایم و باید به آخر برسانیم. اما همین خمینی وقتی ضرب شستی از دشمن اصلیش نوشه جون کرد، جام زهر رو انداخت بالا و برگشت تا جمارون، کپه مرگشو گذاشت و مرد. به خاطر همین این دود و دم‌های سیدعلی رو نباید بیشتر از خودبازی یه بچه پررو جدی گرفت. هادي ورسنا ها هادي انا نجيت هادي ورسنا ها نوصل
Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sırtına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak daha çiftleşirsin git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır. Hadi. Aha! پاسدار رویانیان که قبلا در زمینه‌های مختلف به غارت و چپاول مشغول بوده، مدتیه که باشگاه پرسپولیس رو هم قبضه کرده. حالا اگه میخواید ببینید با ورود یه پاسدار جانی به دنیای توپ گرد چه اتفاقی میفته، اینو داشته باشید. رویانیان که این روزها حرف و حدیثا پشت سر خرید بازیکنان برای تیمش زیاد شده، سعی کرده برای این حرف و حدیثا یه جواب آماده کنه. نه، رویانیان هم خوش تیپه، هم خوب حرف میزنه، هم جذبه داره، بازیکن دوستش دارن. رویانیان شخصیت داره و بازیکن وقتی میبینتش عاشقش میشه. میگن پیشنهاد ماشین دادن؟ ماشین چیه؟ حرفا چیه؟ اگه من داشته باشم هواپیما میدم بهشون. ماشین چیزی نیست که. مدرک دارم، خودشون تخلف کردن، 2 سال 3 سال دارن تخلف میکنن و من بر علیهشون اعلام جرم خواهم کرد اگه زیاد ادامه بدن. هر مدیر باشگاهی حرف بزنه راجع به پرسپولیس برخورد جدی باش خواهم کرد. این هم یه تئوری دم دستی مخصوص آخوندای کلاش و دروغگو از آیت الله دروغ باف. ای آقا قیامت چیه؟ حالا الان من دروغ میگم بلیت میگیرم، دروغ میگم کارم را میفته، دروغ میگم تو اداره پیش، الان کارم با گناه را بیاندازم، حالا اونجا با خدا کنار بیاییم. احمدی نژاد هم با یه فقره میمون بازی و بالا رفتن از نرده ها تلاش ناموفقی برای وارد شدن در مشنگستان این هفته کرد که خیلی نگرفت. اینجا شیرازه و این افراد شریف کارگرانی هستند که حقوقشون عقب افتاده. ایشون که از در داره میره بالا جناب رئیس جمهوره. راستی بعضی کارهای دکتر واقعا در تاریخ موندگار میشه ها. تیوی ریش این هفته رو با یه فقره سنگ روی یخ شدن آغاز میکنیم که بدون شرحه. و این اتفاق فکر میکنم برای اولین بار در جهان اسلام داره میفته که در یک نقطه رفیع و طبقه فوقانی برج میلاد جناب استاد رحیم خاکی حضور دارن، میخوان یک تلاوت به یاد ماندنی و خاطره انگیز رو انجام بدن. من به جناب استاد رحیم خاکی سلام میگم، با افتخار در خدمت شما هستیم، بنده و بینندگان محترم سراپا گوش هستیم که تلاوت زیبای شما رو از طبقه فوقانی برج میلاد بشنویم. بعد از مدت‌ها شک و تردید بالاخره یکی از مجریای تیوی ریش به یک کشف مهم دست پیدا کرد و اون رو اینطوری علنی کرد. ما آدمیم، فارغ از خطکشی‌هایی که خودمون برای خودمون درست کردیم. ما آدمیم. نه بابا، خوب شد گفتی ها، ما فکر میکردیم داریم راز بقا نگاه میکنیم. گفتم بله ما آدمیم، باور کنید ما آدمیم. خواهش میکنم لطف کنید قبول کنید بپذیرید این رو که ما آدمیم، گرچه ممکنه اگه هم وزن من مرغ بذارن با قیمت من برابر باشه قیمتش. پایان بخش خبر تو خبر این هفته ترکیبی است از سنت و مدرنیته در یک حرکت ابتکاری. هر کی